با هواپیمای جادویی ترامپ که حتی از کاخ سفید هم امنیتش بیشتره آشنا بشین. بهش میگن ایرفورس وان، اما این فقط یک هواپیما نیست، یک دولت پرنده است. این هیولا یک بوینگ 747 تغییر یافته است که پشت ظاهر سادش دنیایی از فناوری و امنیت پنهانه. ارتفاعش به اندازه یک ساختمان 6 طبقه است و ارزش هم در حد یک بلوک شهریه. با یک بار سوختگیری میتونه نصف کره زمین رو طی کنه و اگر جنگ جهانی سوم شروع بشه، رئیس جمهور میتونه از داخل همین هواپیما کشور و اتاق جنگ رو اداره کنه. داخلش یک اتاق خواب لوکس، دفتر کار، باشگاه ورزشی، یک بیمارستان کامل با اتاق عمل، مرکز ارتباطات پیشرفته ماهواره‌ای، سیستم‌های راداری، ردیابی و دفاعی مدرن و همچنین یک آشپزخانه با 3 سرآشپز با توان تهیه غذا برای 100 نفره. بدنه این هواپیما به گونه‌ای طراحی شده که حتی در برابر تشعشعات هسته‌ای هم مقاومه و جالب اینجاست که همیشه 2 هواپیمای مشابه با هم پرواز میکنن تا هیچ کس نفهمه رئیس جمهور داخل کدومشه. علاوه بر این همیشه توسط 2 تا 4 فروند F-22 یا F-35 اسکورت میشه تا هیچ تهدیدی وجود نداشته باشه. اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید با فکت فارسی وان همراه شوید.